رولا چطوری؟ رولا که داداش من متینم. متین؟ ببخشید متین. متین یه سوال ازت دارم. اگه بتونی جواب بدی همین حالا 100 تومن میدم. 100 تومن؟ خیلی سخت. داداش من نوکرتم، فقط سوال. حاضری واسه 100 تومن هر کاری کنی؟ آره. خب یه عدد بهت میگم قدرتیش کن، بزرگش کن. قدرتیش رو توان بهش میدم، خیلی راحت. توان چیه؟ توان مثلا میگم توان یعنی وارد 2 بار در خود ضرب میشه، 3 بار، 4 بار. حالا چه عددیه؟ ای بتونی 15 رو توان بهش بدی جوابش هم بدی همین حالا 100 تومنت میدم. 15 به توان 2 میشه 225. زمین آسمون یکی. واقعا؟ 100 تومن رفته بیا داداش. نه ببخشید نمیتونم. فریبرز جونم کاکو. میگم تو که ریاضی خوب مسائل مربع بر ما بگو. آخه خیلی آسون، یه ذره در خودش. نه کاکو خنگه میشه طول به اضافه عرض ضرب در عدد جرمی. اما چی میگی؟ متین کاکو چطوری؟ آره فهم. میتونی معادله حل کنی؟ معادله وایس دیگه همون طرف مجهول به معلوم. همون. این طرف مجهولش، این هم طرف معلومه. اما چیکار میکنی؟ با ایکس رو پیدا کنی. وایسا ایکس رو پیدا کن. ایکس حالا پدرسون خیلی قایم شد، بعدا پیداش میکنه. آره بس کاکو نخو. این زاویه خوابت باید 90 درجه باشه. میگه اگه 90 درجه باشه تو یه خواب آروم راحت دقیق داری. خب الان 87 درجه است، 3 درجه بچرخ. اوکی حالا بگی بخواب 3 درجه بچرخ. اما خیلی همون کن ناموسن همه چی به ریاضی گرفت. وای